اینجا شهر ارباخ در یک فیلم سینمایی نیست، بلکه تصویری واقعی از شهر چرنوبیل در اوکراین است. پس از فاجعه نیروگاه این شهر در سال 1986 این شهر خالی از سکنه شد و این شهر که روزگاری آباد بود برای همیشه توسط مردم رها شد. وجود تشعشعات رادیواکتیو باعث شد ساکنین به دلیل خطرات احتمالی هیچگاه به شهر برنگردند و پس از سالها خانه‌ها و اماکن عمومی به همان شکل قبل باقی مانده است. به همین دلیل این شهر ظاهری شبیه به فیلم‌هایی با ژانر وحشت به خود گرفته است. این حادثه به قدری تاثیرگذار بود که جنگل‌های اطراف شهر چرنوبیل را سوزاند و امواج سمی که از این حادثه منتشر شد برای مدت زمان طولانی مردم اروپا را نگران کرده بود، چرا که فاصله چندین کیلومتری از این انفجار نیز موجب ابتلا به بیماری‌های لاعلاج می‌شد. در حال حاضر پس از 38 سال